عرض سلام و ادب خدمت همه همدیاران، هموطنان و عزیزان و دیل و دیده. امروز 9 سپتامبر روز استقلال کشور عزیزی ما و شما تاجیکستان است. رسا 33 سال پیش در این روز مردم عزیزی ما و شما استقلال کشور را به دست آوردند. همدیاران عزیز و گرامی، جا دارد که تشکری کنیم اول از همه اشخاصی که برای به دست آوردن استقلال کشور ما و شما جان فدایی کردند و تلاش و زحمت کشیدند. هموطنان عزیز و گرامی، باید ما درک کنیم که استقلال، آزادی و رسیدن به آن یک ارزش خیلی والایی است و اون را به دست آوردن چیزی سهل و ساده ای نیست. همون گونه که پدران ما و شما به دست آوردن استقلال را این طور، همون طوری که بعضی اشخاص میگویند بعد از پراکنده شدن شوروی به دست آمد، اینطور نیست. ما میدانیم که پدران ما و شما دهه 80 تا 90 چی تلاش ها کردند، چی کوشش هایی کردند و چی کارهایی را انجام دادند که ثمره آن رسیدن به استقلال بود. البته در اینجا جانفدایی های خیلی زیادی از جانب بزرگان ما بود و اون را نباید ما نادیده بگیریم و در تاریخ این ملت، در کتاب سفید این ملت جای دارد که آنها را بنویسیم و اجر بگذاریم. چیزی که امروز در تاجیکستان ما و شما دیدن نمی شود، زیرا استقلال ما و شما از جانب یک حاکمیت غصب کرده شده است و همه گونه چیزها را به اسم او تبدیل می کنند و فرق بین جشن وحدت و جشن استقلال ارج نمی گذارند و هیچ گونه کوشش ها و تلاش ها برای خودآگاهی ملی و ارزش های والای استقلال ما و شما کاری انجام داده نمی شود. همدیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، ما و شما می دانیم که امروز در کشوری ما و شما استقلال با مفهوم کاملش تدریس کرده نمی شود در مکاتب و به مردم در رسانه ها با طریق رسانه ها فهمانیده نمی شود و مردم ما امروز نمی دانند که استقلال را به دست آوردن چگونه زحمت و تلاش ها می خواهد، چگونه جانفید و این استقلال به مردم چی می دهد و داشتن استقلال یعنی چی، مردم چی برداشت داشته باشند از این استقلال و چی فایده ها و چی مفادهایی می گیرند. این برای مردم تدریس کرده نمی شود و این باعث گردیده است که ما می بینیم که هزارها متخصص کشور ما، پزشکان، مربیان و ده متخصص گوناگون از کشور ما و شما فرار میکنند و در خارجه درخواست شهروندی میکنند و دست از کشور ما و شما میکشند. مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی و مشکلات نبودن آزادی بیان مردم ما و شما را چکار کرده است؟ مجبور کرده است که فرار کنند و از استقلال و ارزش آن فراموش بکنند و آن را اجر نگذارند. شاید شما بگویید که این اشخاصی که فرار میکنند اینها به استقلال کشور ما و شما ارج میگذارند. نه برادران عزیز و گرامی قدرم، برای استقلال و به دست آوردن آن باید تلاش و کوشش کرد. امروز هزارها شهروند از تاجیکستان فرار کردند به خاطر مبارزه بردن و حفظ کردن استقلال و فهمانیدن و تدریس کردن استقلال در خارج کشور و برای بازگشت به داخل وطن مبارزه میبرند در احزاب‌های سیاسی و یا اینکه در جامعه مدنی و یا شخص مستقل مبارزه میبرد تا اینی که بتواند ریشه غلام پرستی را در کشور ما و شما برهم بزند و اولاد امام رحمانوف را بیرون از کشور بکند و به وطن بر بگردد و استقلال کامل کشور را با هم در داخل وطن جشن بگیرد. ما و شما میدانیم که هزارها ملت ها از در دنیا که تمام تلاش ها و زحمت ها را کشیدند و میکشند تا اینی که استقلال خود را به دست بیارند، ولی استقلال را به دست نمیارند و پراکنده در کشورهای گوناگون زندگی میکنند و حق تدریس و آموزش زبان خود را ندارند. همین گونه ما دور نمی رویم، ملت خودمان را نگاه میکنیم که در کشور همسایه ما در ازبکستان زیاد از 15 میلیون تاجیک به چگونه سرنوشت روبروند
حق آموزش زبان خود را ندارند و مجبورند از ملت خود دست بکشند. در افغانستان امروز تاجیک به چه حادثه، به چه روبرو است؟ در پاکستان و دیگر کشورهایی که امروز تاجیک در اونجا زندگی می کند و به چه حالت ها روبرو است؟ بر اساس همین باید این تاجیکستان خورده که امروز تعریف کننده تاجیکیت است و هویت ما و شماست بعد ارج بگذاریم و تلاش کنیم که زیر سلطه یک خانواده و زیر سلطه یک کشور دیگر قرار نگیرد. تاجیکستان باید خانه هر یک تاجیک باشد و دروازه باز برای تاجیکان باشد و برای حمایت تاجیکان یک گرد قوی باشد که از ناموس و هویت این مردم دفاع نماید. امروز حتی ما از همین تاجیکان خود، از همین تاجیکستانیان خود که در خارج کشور قرار دارند و مخصوصا در فدراسیون روسیه حق دفاع کردن و توانایی دفاع کردن رو نداریم، چی برسد دفاع کردن از یک تاجیک و تاجیکیتی که در دیگر کشورها زیر ظلم و ستم قرار دارند. ما همون گونه ای که با داشتن همین گونه یک پرزیدنت غاصب، یک اولاد غاصب زمین را به چین فروختیم و دفاع کرده از زمین خود نتوانستیم، همین گونه ای که خاروق را انقلاب کردیم و امروز زیر سلطه قرقیزستان قرار دادیم، همین گونه در آینده چنین واقعه ها رو خواهد داد و استقلال کامل ما و شما از بین خواهد رفت. برای به دست آوردن آن باید به گذشتگان ارج گذاشت و باید مبارزه برد که تاجیکستان یک کشور آزاد و مستقل باشد که توانایی تصمیم گیری آینده را داشته باشد و نگذارد که یک کشور از خارج کشور برای ما و شما تصمیم بگیرد. امروز سلطه رحمانیان تمام تلاش ها را می کند که از بیرون پول بیارد به اسم تاجیکان، از بیرون از خارجه دزدی و فیغان کند به اسم تاجیکان، ولی در داخل وطن بالای این ملت ظلم کند و فرمان ارباب خود را از فدراسیون روسیه بگیرد و بالای تاجیکان ظلم و ستم بکند. ما میدانیم که تاجیکستان امروز استقلال با معنی کاملش را ندارد و اون را از دست داده است. همین مکاتب روسی در تاجیکستان نمونه مثال آشکار است که تاجیکستان زیر سلطه روسیه در آنجا با دستور پوتین خود امام علی رحمانوف این استقلال را زیر سوال برده کار و فعالیت میکند و تاجیکستان را اداره میکند. تا امروز چه قدم برای خودآگاهی ملی در کشور ما و شما برداشته شده است که ما و شما توانایی آموزش زبان خود را داشته باشیم. ما در طول 33 سال نتوانستیم به حروف نیاگان خود با خط فارسی بر بگردیم و زبان خود را در داخل وطن خود و استقلال زبان خود که استقلال کاملی آینده دانش مردم می شود و دست بیاریم. پس نداشتن استقلال کاملی زبان، سپاریدن زمین و فروختن زمین به کشورهای دیگر میتوان گفت که یک استقلال کاملی امروز در داخل تاجیکستان وجود دارد و ما او را داریم؟ البته که نه. بر اساس همین همدیاران، هموطنان عزیز و گرامی، فرار از کشور نکنید و برای با معنی کاملی استقلال را به دست آوردن مبارزه ببرید. چی بیایید در یک جریان سیاسی شریک بشوید، چی مستقلانه مبارزه خود را برای آوردن استقلال کامل تلاش کنید، زحمت کنید، صرف کنید وقت خود را، وگرنه آینده دیر می شود و مثل دیگر ملت هایی که استقلال ندارند و پراکنده در کشورهای گوناگون زندگی می کنند، همون گونه ای که سال 1924 و 29 زیر سلطه جماهیر شوروی در زیر دست ازبکستان قرار داشتیم، همون گونه قرار خواهیم گرفت. همون گونه که 70 سال زیر ظلم و ستم کشور شوروی و حزب کمونیستی آن قرار گرفتیم، آینده قرار خواهیم گرفت و هیچ گونه آزادی و خودآگاهی ملی و مبین نخواهد آمد. برای همین از همه شما خواهش میکنم
برای آزادی کامل و استقلال کامل مبارزه ببرید و همه شما را به روز استقلال تبریک و تهنیت گفته آرزو دارم که شکوفایی و استقلال کامل در خانواده هر یکی ما و شما در کشور ما و شما به میان آید.